و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. برادری پرسید درباره که امام زنش سه طلاق کرد گو بفیرم بعد این با قطیش زندگی دارد. در مسئله طلاق برادر گرامی، اصل در طلاق کردن یک طلاق است. اصل در قید طلاق بار که 1000 بار شد جواب دادیم. طلاق که بفیرم هر روز یک 5 6 سالی در برای طلاق میاد جواب میتیم. لیکن نمیفهم خواهی که مردم گوش میکنن نمیکنن نمیفهم. اصل در طلاق علما اختلاف کردگیان. 4 مذهب میگد که کسی که سه طلاق کرد سه طلاق میغلطد. کسی که سه طلاق کرد سه طلاق میغلطد. زنش به او را دیگه حلال نیست تا اون یک شوهر نکند، اون شوهرش قطعی زندگی نکند. بعدی که اون شوهر حلاله نه، حلاله حرام است، حلاله زنا است. بعدی که اون شوهرش طلاقش کرد بعد او عدت میشیند و با گفارش به می شوهرش برمیگردد. این حکم سه طلاقه در نزد جمهور علما 4 مذهب. در نزد بعض اهل علم مثل شیخ ابن تیمیه و دیگر این شیخ‌های سعودی هستند و ابن عباس و دیگران، ابوبکر و ابن عباس و دیگر صحابگان، حدیث در امام مسلم که ابن عباس میگد که طلاق در وقت پیغمبر سه طلاقه یک طلاق میغلطید. سه طلاقه یک طلاق میغلطید در وقت ابوبکر و در وقت 2 سال عمر. بعد 2 سال عمر که بشید مردم به طلاق بسیار بازی کرد دیگه این سه طلاق میتید و 10 طلاق میتید و بعد بازی کردن به حکم الله گفت که سه طلاق میغلطد. مذهب جمهور علما از همین گرفت. نه که در اصل در دور پیغمبر صلی الله علیه و سلم سه طلاق یک طلاق میغلطید. برای چی؟ برای سه طلاق اصلا بدعته. سه طلاق اصلا بدعته. انسان اگر خواهد طلاق کردن یک طلاق میکند. یک طلاق کردن هم در حیض بدعته. یک طلاق کردن در زنی که پاک میشود و شوهرش قطعیش هم بستری میکند و بعد طلاقش میکند و هم بدعته. یک طلاق میکند در حالی که زن پاک میشود، از حیض پاک میشود، بعد ناخوارفته قطعیش ناخوارفته اگر فوردش طلاقش کند بعد طلاقش میکند. برای وقتی که ابن عمر طلاق میکند زنش، عمر پیش پیغمبر میرود. بعد پیغمبر چیش میگد؟ بعد پیغمبر میگد که من حیض بیند پاک شد، حیض بیند پاک شد. بعد وقتی که خواستی طلاقش کن یا کی چی نگهش دار. در اینجا معلوم میشود که یک طلاق اصلا در اصل یک طلاقه. یک طلاق میکنی اگر اون زن نمیفرد یک طلاقش میکنی در وقتی که پاک شده است و قطعیش هم بستری نمیکنی، پاک میشود طلاقش میکنی. مدت 3 حیض دیگر عدتش میشیند، 3 حیض دیگر. بعد اون میتونه چی 3 حیض که گذشت تمام وای دیگه زنک آزاد است، میتونه کسی را خواهد شوهر کند. در این مدت اگر که انسان هم مرد یک طلاقش کرده است، اگر فورش یک طلاقه و 2 طلاقه را 2 طلاق هم گفته نمیشود. یک طلاق با یک طلاق بعد 3 طلاق میشود. انا در این مسئله اگر که در اون مدت عدتش یک طلاقه و 2 طلاقه را میتونم بگم که من را گرداندم با سر زنش میشود. اگر همون 3 حیض یا 3 پاکی گذشت در حالت وای دیگه گرداندنش نمیتوند. اگر باز خواهد که بگیردش با مثل که زن نوی را نکاح میکند، از سر نو نکاح میکند میگیردش از سر نو. چخیلی که دختری نو دختری بیگون وای اون زنی که گرفته بود داشت طلاقش کرد و 3 عدتش گذشت وای با او بیگانه میشود. از سر نو پدرش میبیاد و با قلنگ میتیاد و 2 شاهد و با سر نو نکاح میکند. یک طلاقه و 2 طلاقه را 3 طلاقه که دیگه نمیشود. 3 طلاقه در حالت میشود که یک بار طلاق کرده باشد با گردونده باشدش، با بعد چند قدر با طلاقش کرده باشد، با این باره گردونده در وقت عدتش گردونده استش، بعد سیم که میگه دیگه تمام حرام میشه دیگه گردونده میتونه. در این مسئله اختلاف کردن میان. 4 مذهب میگه 3 طلاقه میغلطد. مذهب ابن تیمیه و ابن قیم و دیگر اهل علم که هستن میگن ابن عباس و ابوبکر و اینو از صحابیو میگه انسان وقتی 3 طلاق کرد در یک مجلس یک طلاق میغلطد، میتونم گردونش با قطعی زندگی کند. انا این ملای تایستان مذهب حنفیشون ترک میکنن. در مذهبشون اصلا 3 طلاق میغلطد حرام میبره. اینا وقتی که ابن تیمیه را هر گپ میزنن که وای تریای بعد در فقهش ببین
در فقه مذهب ابن تیمیه را میگیرن، در فقه میبینن در وقتی مسئله طلاق سخن قول ابن تیمیه را میگیرن و زندگیش میبرن. یا که یگان پول ملک دادن، پول ملک میتیانشون میگن یگان روایت بیاو، بعد قول ابن تیمیه را میارن که میگه که سه طلاق یک طلاق میغلطه، با اثر چی میگن که با اثر نکاح مینن، باید به سعودی با نکاح مینن. اصلا نکاح کردن درست نیست، وای زن شای اصلا در تا مدت 3 ماه الله میگه از خانه بیرون نبرورید و آنها هم از خانه باید نبراین. اما یک طلاق کرده خانه باید قچ بیستد تا مدتی 3 بار پاک شدن شه یا 3 بار حیض شدن شه. خصوصا همین مسئله چی، مسئله بسیار درازای خصوصا هم خیلی درباره ملایی که پول خر هستن هم خیلی هم